ویدیو رو ما توی وسط صحرا یه جا از اون صحرایی که فیلم برداری کردیم اولا یه ویدیو دیگه مادانا داره که همون لوکیشن exact same location شوت شده و ما اونجا فیلم برداری کردیم و موقعی که فیلم برداری کردیم تابستون خیلی داغ بود. بعد با لباس چرم با پوتین با اون کته و موقعی که فیلم برداری میکردم پاهام میسوخت و گوشام هم گفت از گرما، یعنی داشت میخواست میکنم درام کنه. یعنی اینقدر بعد وقت فکر کن تو اون حال هوا بایستی تکسی هم میخوندی و میرفتی و نمیدانی. الکس به من گفتش که من میخوام که یه چیزی مثل میتریکس درست کنم و میخوام که ما تو مشکی کنی. خلاصه ما رو صاف کردیم و مشکی کردیم، لباس ترتاپ و مشکی هم پوشیدیم، ولی خب مشکی رنگ عشقه مگه نه آقای صادقی؟